در سومین دوره رقابت‌های فوتسال که از سوی یکی از رادیوهای خصوصی راه اندازی شده بود، تیم شهید نسیم نماینده کابل توانست مقام قهرمانی را از آن خود کند. در این دوره از بازی‌ها تیم‌های 8 ولایت از زون‌های کشور به میزبانی ولایت کابل اشتراک داشتند. قابل یادآوری است که در این رقابت‌ها تیم‌های هرات، غزنی، کابل، تخار حریفانشان را شکست دادند و راهی نیمه‌نهایی این مسابقات شدند. این طور مسابقات خیلی باعث پیشرفت و ترقی فوتسال میشه در جامعه فوتسال و برای رشد جوانان فوتسالی ما میتونیم از این تورنمنت ها خیلی بازیکن‌های نو و بازیکن‌های با استعداد ببینیم و خیلی خوشحال هستم که در این تورنمنت هستم و خیلی تجربه نو کسب کردم در این تورنمنت وقتی شرکت کردم. از لحاظ تجربه نام خدا خیلی تیم‌های پرقدرت اشتراک کرده دیگه، خیلی یک تجربه خوب است برای ما. با ولایتایی که بازی کردیم مثلا تیم لوگر، هرات، دیگه خود نماینده کابل که شهید نسیم، بسیار تیم‌های قوی و پرقدرت است. ان شاء الله یک تجربه خوب کسب می‌کنیم. در مرحله نیمه نهایی تیم‌های احصار هرات و شهید نسیم کابل خوب درخشیدند و حریفانشان را مغلوب کردند. سومین دور تورنمنت رادیو جوانان نسبت به سال اول خیلی بهتر شده، کیفیتش مثلا بازیکن‌های خوب، تیم‌های خوب، تیم‌ها نسبتاً در سال اول خیلی رشد کرد. من میگم شروع حالی که ما به هرات دیدیم به خاطر بهزاد رادیو جوانان که میاد هرات، جوانان و جوانان میادن، خیلی خوبه که بعد همیشه ادامه داشته باشه. میشه گفت هم خواهش ما هم گله ما اینه از مسئولین که باید حمایت کنن. ما خود ما اومدیم از هرات آمدیم، ما بدون هیچ اسپانسر اومدیم، یعنی تقریبا اکثر بچه‌ها از کشی شخصی خود را خرج میکنن. در پایان و در مرحله نهایی دو تیم قدرتمند احصار هرات و شهید نسیم کابل به مساوی هم رفتند که در نتیجه تیم شهید نسیم توانست با نتیجه پرگل از صد احصار هرات بگذرد و مقام قهرمانی را از آن خود کند. هدف از برگزاری این رقابت‌ها ایجاد فضای همدلی، ایجاد فضای صمیمیت و برادری و اخوت میان ورزشکاران و میان ملیت‌های مختلف، اقوام مختلف از اقصا نقاط افغانستان هست. این رقابت‌ها از 2 ماه قبل میان تیم‌های 34 ولایت کشور راه اندازی شده بود که در فرجام با درخشش تیم شهید نسیم نماینده ولایت کابل به پایان رسید.